به خاطر ارزگذاری به میراث پرقناوت نیاگان و جلب هرچی بیشتر جوانان و نورسان به کتابخانه و دریافت چهره‌های سخنور و دانشمند، اینچنین گسترش دانش‌های زمان معاصر همساله از 2 تا 9 اپریل فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان برگزار می‌گردد. با این مناسبت در ناحیه وخش همایش فرهنگی با اشتراک وسیع کتابداران و دوستداران کلام بده برگزار شد. از طرف رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی اعلان گردیده است که ما تمام کتابداران و کتابداران با خدمت تمام کتابخوانان امروزها با جان و دل تیار هستیم که خدمت آنها را رسانیم. آن کتاب‌هایی که به آنها در کار است یافته تقدیم نماییم و امروزها با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بسیار آزمون‌ها راه‌اندازی کرده شده است به مانند آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، آزمون علم فروغ معرفت و آن کتاب‌هایی که امروز در کتابخانه مرکزی ناحیه محفوظ است با این طلبات آزمون‌ها خانه است، جوابگو است. در دایره این چهاربینی کتابداران دستاوردها و ادبیات تازه نشر را به نمایش گذاشتند. همزمان بانوان هنرهای مردمی خود را معرفی نموده به حاضرین از نازکی‌های صنعت ملی معلومات دادند. این چهاربینی باعث روح‌بلندی اشتراکداران و احیای عنعنه‌های ملی گردید. با مقصد جلب بیشتر جوانان به محیط سالم و رشد ذهنی، مسابقه‌های ششکه و شاهمات و دیگر نمادهای ورزشی برگزار گردیدند. این چهاربینی نشان داد که توجه به این ساحه‌ها را به گسترش نهاده جوانان به ورزش و رشد فکری خود بیشتر اهمیت می‌دهند. مسئولین چهاربینی ضمن سخنرانی خود اهمیت کتاب و کتابخانه را تاکید نموده اشتراکداران را به آموزش علم دعوت کردند. آنها اظهار داشتند که فرزندان را باید به کتابخانه تشویق نمود، زیرا شخصی با علم در جامعه نقش ماندگار داشته می‌تواند مردم را از نادانی و ناامنی نجات دهد. باید گفت که فستیوال هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان یک قدم مهم در بلند برداشتن معرفت و ذوق مطالعه در جامعه می باشد که به پیشرفت فرهنگی و معنوی نسل جوان تاثیر مثبت می‌رساند. در ادامه فستیوال با یک قطار جوانان فعال و کارمندان پیشقدم تشکیلات و مؤسسه‌ها افتخارنامه‌ها تقدیم گردید. این اقدام برای تشویق بیشتر جوانان به دانش اندازی و کتابخوانی مساعدت خواهد کرد.